Albania, Tirana, Aljazair, Aljazair, Angola, Luanda, Argentina, Buenos Aires, Armanistan, Yerevan. Davlati ما دولت تاجیکستان در اینجا در آسیای میانجایی از پایتختش شهر دوشنبه در قسمت جنوبی تاجیکستان دولت اسلامی افغانستان پایتختش کابل جایگیر است. در قسمت شمالی دولت قزاقستان که پایتختش بیشکک نام دارد جایگیر شده است. در قسمت غربی دولت ازبکستان و در قسمت شرقیش خیتای موجود می باشد. در اینجا باشد هندوستان پایتختش دهلی، پاکستان پایتختش اسلام آباد، بنگلادش پایتختش دکا، بوتان پایتختش تیمپور. در اینجا عربستان سعودی می باشد و پایتختش ریاض می باشد. در اینجا برزیلیا در امریکای جنوبی جایگیر شده است پایتختش برزیلیا می باشد. در اینجا دولت‌های اروپا می‌گویند در قسمت اروپا می باشد کیف پایتخت دولت اوکراین، اینجا روسیه می باشد پایتختش مسکو، قزاقستان پایتختش نورسلطان. در اینجا اسلام آباد ایسلندیا پایتختش ریکیاویک. از خردی بابایم پدرم مرا راهنمایی میکردند و من کتاب‌های گئوگرافی می‌آوردند. من گئوگرافی را بسیار از خردی شوق و رغبتی زیاد دارم. در المپیادای فن گئوگرافی اشتراک کردم. در المپیاد باز از فن بوتانیکا، اینفورماتیکا و بیش از این غیر از درس گئوگرافی و دیگر درس‌ها من خیلی فعالی جدی اظهار می‌دارم.